الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین کانال الوسیط. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای نعمتشاهی هستیم که پیرامون مباحث فاطمی گفتگوی صمیمانه داشته باشیم که ان شاءالله بتونیم کمک کنیم به خیلی از جوانایی که آجا هستن واقعا تو این دور زمانی که دغدغه دینشون رو هم دارن، اما خب دستشون هم خالی از یه سری از جوابهایی که شیعه‌ای که ادعا داره که خیلی از مباحث غنیه توش، خیلی از مباحث کامل داره و میتونه جواب بده و پاسخگو باشه، برخلاف ادیان دیگه. خیلی از جایی که ما میریم مثلا سراغ وهابیت میریم حتی نمیذارن سوال کنیم که یعنی محتوایی ندارن که بتونن ارائه کنن. و با این تفاصیل ما دوست داریم که از جوانایی که دغدغه دینشون رو دارن، سوال دارن، یه سری سوالا رو مطرح کنیم. خیلی هم سوالایی که واقعا براشون مهمه و بتونیم از جوابای ارزشمند شما هم استفاده کنیم. بزرگواری، متشکرم از لطف و محبت شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم کانال الوسیط و عزیزانی که پیگیری میکنن این مباحث و مطالب رو و دغدغه دین دارن. همینطور که شما فرمودین مطلب همینه و مکتب شیعه مکتبی است که حقانیتش آفتابی و عیانه. همینطور که فرمودید وهابیت و خیلی از فرق دیگه داخل اسلام و ادیان دیگر اینها خیلی تبلیغات دارن، هزینه میکنن، ولی در نهایت وقتی به محتوا و متونشون مراجعه میکنیم که در قالب دین چی برای عرضه دارن، میبینیم خیلی دستشون خالی است و اون مطالبی هم که دارن خیلی بی‌طرف بخوام بگم مضحک و خنده‌داره. مطالبی که وهابیت بهش معتقده، مطالبی که ادیان به هر حال در مقام تبلیغ ازش استفاده میکنن. و خب شیعه است که این اجازه رو میده، میگه در هر جهتی اصول اعتقادات از خدا سوال داری بیا بپرس، پیامبرش، امام، اصحاب رسول الله، خود امیرالمؤمنین، شؤون امامت، شؤون نبوت، همه زیر شاخه های اعتقادی از اصول بگین تا فرعی ترین فروع اعتقادی بیاد سوال کنید و ما نه این که کسی رو سرزنش کنیم و عتاب کنیم و منعش کنیم، بلکه استقبال میکنیم از مباحث علمی. و الان خوشحالیم با این فضای مجازی این خودش یک بستری بشه برای اون مکتبی که حق است و همیشه صدا زده و داعیه دار این مطلب بوده که ای جوانانی که دغدغه دین دارین، آتش معارف دارید، میرید جای دیگه به سراب برخورد میکنید، بیاید و حقیقت رو پیش ما بیابی. بنده در خدمتتون هستم. اگه مطالبی دوستانتون به شما متذکر شدن فرمودن که روش بحث بشه، چالش بوده براشون، بفرمایید و بنده استفاده میکنم. اگه یاد داشته باشم چیزی خدمتتون عرض خواهم کرد. خدا خیرتون بده، خیلی ممنونم. و حالا با این مطالبی که فرمودین جوان شیعه واقعا افتخارم میکنه که یه همچین دینی داره که غنیه، هر وقت سوال داره میدونه حتما براش جوابی هم هستش و الحمدلله که واقعا خدا همچین دینی رو به ما نعمتش رو داده. خب شما فرمودید که بحث فضای مجازی، خب همینجا یه سوالی که جوانای امروزی هم دارن، نسل الان، نسلی که می‌بینید با فضای رسانه ارتباط داره، هرچند جلوتر میشه بیشتر درگیرش میشن. همینجا یه سوال میپرسن جوانا، میگن خب آقا تو همین بحثای مدرن و امروزی و همه دنبال نمیدونم ماهواره و خلاصه مباحث ناسا و خیلی چیز، الان اینا ماسک چیکار کرده تو این مباحث بروز و دنیای مدرن امروز تو عصر تکنولوژی الان، چرا باید بحث کنیم در مورد یک مبحث تاریخی مثلا میگم قبیله‌ای بوده و اختلاف بین چند تا از سران مثلا میگم گذشته بوده؟ اصلا این بحث‌های تاریخی نیاز الان دوباره تورق بخوره، این تاریخ دوباره در موردش بحث بشه، گفتگو بشه، به خلاصه شاید کلورت، جدل، چیزی اصلا اینا مهمه؟ اینقدر نیاز ما در موردش بحث کنیم هر فاطمی که میشه دوباره بحث تاریخی میکنیم ما؟ بله، فرمایش متینیه. خیلی هم گفته میشه همینطوره که گفته میشه بابا در عصر تکنولوژی و عصر پیشرفت چرا ما دوباره بپردازیم به مطالب 1400 سال گذشته. بله واقعا همینطوره. وقتی که علم پیشرفت میکنه، موندن در قهقرا در عصر تکنولوژی و پیشرفت، موندن در عقب با زمانه پیش نرفتن خودش نقیصه و نقصانه، من قبول دارم. بلکه من عرضم اینه
که الان که در عصر پیشرفت هستیم، عصر علم هستیم، عصری که دیگه تعصبات رو کنار گذاشتن، موشکافی میکنن، علت یابی میکنن، وقتی است که باید به این مباحث پرداخته بشه. به فرض اینکه همونطور که شما فرمودین رها کنم اون اختلافات و نزاعات اول اسلام رو، حالا میخوام نماز بخونم، چه نمازی بخونم؟ نمازی موافق مکتب سقیفه بخونم یا نمازی موافق مکتب اهل البیت؟ شما شاید بگین که چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ خیلی فرق داره. جز به جز ورودش به نماز، خروجش، حتی وضوش فرق داره. این که یک چیز دیگری است اسمش صلات است، اون چیز دیگری است اسمش صلات است. آیا خدا هر دوی اینا رو از ما خواسته یا خدا یک نماز خواسته؟ قطعا هر کسی که عقل داشته باشه میدونه که خدا یک نماز خاص با یک شرایط خاصی از ما خواسته. یا اینه یا اونه، الان یا شبه یا روزه، نمیشه بده هم شب باشه هم روز باشه. یا این صلات و این نماز حقیقت است یا اون دیگری حقیقت است و این باطله. پس بازم بایستی برگردیم حقیقت یابی کنیم. کی باید حقیقت یابی کنیم؟ کی حقیقت رو میفهمی؟ وقتی که دوباره بررسی کنیم اختلافات صدر اسلام رو. بسیار عالی، بسیار عالی. خدا خیرتون بده. ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. واقعا یه جوانشین نیاز داره این مباحث رو بشنوه و نیاز داره پای ولایت امیرالمؤمنینش، پای محبتش نسبت به حضرت زهرا خیلی محکمتر باشه، با افتخار باشه که بدون این جریانات دلیلی داشته پشتش و یک حکمتی داشته و الان هم نیاز در موردش صحبت بشه. خب من سوال دوم از خدمتتون بپرسم. یه سوال دیگه هم مطرح میشه که اصلا کدورتی بین اصحاب عمر و ابوبکر با حضرت زهرا بوده که بعد بیایم بگیم خب حالا اختلافی پیدا کردن و مشکل ایجاد شده؟ بله محمد، یک نکته خیلی مهم این که اصحاب گفته میشه اولا نباید فقط اطلاق بشه به ابوبکر و عمر. ما اولا که قائل نیستیم به اینی که همه اصحاب که پیامبر رو درک کردن اینا همه اهل نجات هستن. شاید شما تعجب کنید اصحاب رسول الله و اهل نجات نیستن. بله قرآن به وفور آمده، بلکه یک سوره داره به نام سوره منافقین. در سوره توبه جا به جا احوال منافقین بررسی شده و این منافقین قطعاً کفار قریش نیستن. این منافق قطعاً یهود و نصارا نیستن. اون افرادی هستن که با نقاب اسلام و مسلمانی بین مسلمان ها هستن ولی در حقیقت مسلمان نیستن. پس اینو باید قبول کرد که افرادی دور پیامبر هستن که اینها به ظاهر مسلمانن و پیامبر رو هم دیدن و جز اصحاب هستن ولی اهل نجات نیستن. و صحیح مسلم هم آورده روایتی رو در این جهت که خب صحیح مسلم از کتب معتبر و مهم اهل سنت است که پیامبر میفرما روز قیامت میبینم که دارن میبرن عده‌ای از اصحاب من رو به سمت جهنم، صدا میزنم یا رب اصحابی اصحابی، و بعد خدا خطاب میکنه به من در روز قیامت که یا رسول تو نمیدانی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی که اینها بعد تو چه کردن. خب این عبارت صحیح مسلم آمده، خیلی عجیبه و پیامبر دارن اشاره میکنن که بعد من قرار خبرایی بشه. خب شما پرسیدید که آیا ابوبکر و عمر کدورتی داشتن؟ بله. ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ، نه تاریخ که برها بهترین منابع اهل سنت، صحاح سته و نه فقط صحاح سته بلکه صحیحین، صحیح بخاری و مسلم و نه مسلم بلکه بخاری اصح کتب اهل سنت، میبینیم که به وفور متعدد آمده چی؟ حدیث قرطاس، حدیث اون نامه و دست نوشته. خیلی عجیبه. پیامبر عالم به علم کل بودن، پیش کسی درس نخوانده و این خودش یک معجزه بود. در این حال ملوک و پادشاهان از بلاد مختلف برای حضرت نامه می نوشتن، حضرت نامه ها رو می خوندن. در این حال دوباره برای جوابگویی به افراد چه ملوک و چه غیره نامه می نوشتن ولی خودشون به دست مبارکشون نمی نوشتن. این نامه ها رو املا می کردن، شخصیت دیگری، بزرگوار دیگری این نامه ها رو بنویسه. عموما نفس نفیسشون، برادرشون آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خب این خصوصیتش چیه؟ آقا هیچ کارش بی علت نیست. چرا این وجود مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی نویسه؟ مقیده که اصلا ننویسه. حکمت و آخرین لحظات عمر پیامبر میفهمیم. بخاری نقل کرده پیامبر فرمود ایتونی بدوات و قلم،
اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا. اصحاب پیش حضرت بودن، آقا بیمار بودن، در بستر افتاده بودن، فرمودن که برای من دوات و قلم بیارید، برای من کاغذ بیارین، برای شما بنویسم چیزی را که بعد از من دیگر گمراه نشوید. خب میفهمیم پس تا به حال آقا ننوشته، حالا بخواد بنویسه، این دست نوشته یک یادگار یگانه در هدایت جامعه اسلامی باشه. اون افرادی که از قبل دسیسه ها کردن، حیله ها کردن، سناریوهایی رو چیده اند و اهدافی رو بعد از شهادت رسول الله پیگیری دارن میکنن، اون لحظه دیدن که این برنامه با اون چیزی که داشتن دنبال میکردن و به قول ما رشته کرده بودن و آماده کرده بودن نمیسازه. دیدن هیچ چاره و حیله ای نمیشود کرد الا مجلس رو خراب کنن که مانع این نوشتن بشن. پا شد صدا زد اون کسی که بخواست مجلس رو خراب کنه. تو بعضی از جاهای بخاری نام این شخص نیامده، فقط یه شخصی پا شد، یک رجلی قیام کرد، یک مردی قیام کرد و این حرفها رو زد. چند جای صحیح بخاری زیبا به قول ما کار خدا، چند جای صحیح بخاری آمده که اون شخص عمر ابن خطاب بود. این مرد صدا زد ان الرجل لیحجر، این مردک دیوانه شده، هزیون میگه، مطالبی غیر معقول داره میگه. الرجل قد غلبه الوجع، این مرد درد بر او چیره شده، نمیفهمه چی میگه، رهایش کنید. حسبنا کتاب الله، قرآن برا ما بس. خب حالا همینجا عرض کنم اگه قرآن واقعا براشون بس بود، مگه قرآن نمیگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، حرف نمیزنه الا حرفهای او همه وحیه. نفرمود وقتی مریض بشه وحی نیست، نه، همیشه وحی است، همیشه حرفهای او صادقانه است. یا جای دیگه لو تقول الینا بعض الاقاویل اخذنا منه بالیمین ثم قطعنا منه الوتین، و جا به جا داره تصریح میکنه به صدق کلمات ایشون. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، حرفای او نه راست است، نه صدق است، نه حق است، بلکه حرف من خداست، از بین دو لب او خارج میشه. اگه قرآن رو قبول داریم، حسبنا کتاب الله، این چه حرفی است به رسول الله زده؟ به قدری آقا ناراحت شد، صدا زد قوموا عنی لا ینبغی عندی التنازع، پاشید برید از پیش من و پیش من سزاوار نیست دعوا کردن. آقا بد آزرده شد، خیلی سخت بود ساعات و اون لحظات بر دل مبارک رسول الله. خب پس میبینیم این اول جسارت رو به شخص شخیص پیامبر کردن. در جسارتشون به ذوی القربا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بگو اجر رسالت میخوام، برو بگو من خدا هم پشت تو هستم، در قرآن آوردم ضمانت و سند سپردم. همه جامعه اسلامی باید احترام به ذوی القربا رو داشته باشند. یکی از اون اشخاص جامعه خود شخص حاکم و خلیفه جامعه اسلامی است، بلکه او با بقیه جامعه هم شریک نیست. وظیفش اینه که بیشتر، دقیقتر، کاملتر احسان به ذوی القربا رو، مودت به ذوی القربا رو رعایت کنه. ذوی القربا یعنی نزدیکان، داماد یک کسی از نزدیکانشه، بله، نوه‌هاش از نزدیکانشه، بله، حتی میشود گفت همسایه‌اش از نزدیکانشه، بله. ولی یک نکته خیلی مهم آقا محمد بشه دقت کرد، آیا میشه تصور کرد یه گزینه ای غیر از فرزند را که اون شخص از هر کسی به ما نزدیکتر باشه؟ پدر و مادر جای خود محفوظ، غیر از پدر و مادر، پیامبر پدر و مادر نبودن اون زمان که آیه نازل شد. غیر از پدر و مادر کی از همه نزدیکتر است به آقا رسول الله؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی گفته میشه ما در نماز جمعه های اهل سنت میبینیم جا به جا دارن فضائل از این کفایت نمیکنه، این کفایت نمیکنه. این نکته خیلی مهمه، باید دقت کرد بهش. وقتی که بخاری نقل کرده به تصریح و شهادت عایشه دختر ابابکر در 4 جای متون اهل سنت صحیحین، خصوصا در صحیح بخاری و صحیح مسلم 4 جا که 3 جاش تو صحیح بخاریه، تصریح کرده به غضب زهرای مرضیه به ابابکر عمر. خیلی عجیبه، تصریح اونم از عایشه، اونم تو صحیح بخاری 3 جا، صحیح مسلم 1 جا.
عجیبه. عبارت داره میگه فغضبت فاطمه علی ابی بکر. ابی بکر در یک جریانی آمد، ارث زهرای مرضیه که ما نمیگیم ارث، ما میگیم مال خود فاطمه زهرا بوده. بحث مفصلی در زمان حیاتش پیامبر بخشید فدک رو به حضرت زهرا. 2-3 سال هم برداشت عواید میکرد و اموال و سودش رو میگرفت، بیبی خرج میکرد، به فقرا تقسیم میکرد. بعد از شهادت آقا رسول الله ابابکر تمامش رو تصاحب کرد و ادعا کرد که یک حدیثی در گوشی پیامبر به من گفته و هیچ یک از اصحاب هم نشنیده، فقط خودم شنیدم در گوشی، که نحن معاشر الانبیا ابابکر بدان که ما پیامبران لا نورث، ارثی نمیگذاریم، ما ترکناه صدقه، هرچی بگذاریم از خودمون صدقه است. که واقعا همچی حرفی به شهادت قرآن دروغه، چون قرآن میگه و ورث سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث برد. چطور پیامبر خلاف قرآن خودش عمل کنه؟ بعد جسارت ها کرد به حضرت زهرا. ابابکر تو متون اهل سنت پر است، کار ندارم. نهایت کار این فدک رو از بیبی غصب کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این جریان و بعد از این اصرار ابیبکر به این که نه من بر نمیگردانم فدک را، عایشه میگه بیبی در این جریان غضب کرد. فغضبت فاطمه علی ابیبکر، فاطمه بر پدرم ابیبکر غضب کرد. خب این عبارتی که فغضبت فاطمه علی ابیبکر تو صحیح بخاری اومده، میگه فغضبت فاطمه علی ابیبکر. من دوست دارم دوستانی که دارن نگاه میکنن و بررسی میکنن و پیگیری میکنن، خدا خیرشون بده، این نشانه حلال زادگی است، محبت امیرالمؤمنین. دوست دارم که دوستان عزیزمون تو اینترنت سرچ کنن و این نکته رو خودشون به عیانه ببینن که عایشه داره اقرار میکنه، تصریح میکنه که فاطمه زهرا بر پدرم ابابکر غضب کرد. فغضبت فاطمه علی ابیبکر فحجرته، باش قهر کرد، فلم تکلمه، باش حرفم نزد. این پس تصریح به غضب حضرت زهرا سلام الله علیها است. و عرضم خدمت شما امیرالمؤمنین هم نسبت به ابابکر و عمر باز اون بحث مفصلی است که اگر صلاح دونستید و دوست داشتید بنده در خدمتتون هستم که بپردازیم به کدورت بین امیرالمؤمنین و ابابکر و عمر. خب همینجا که فرمودید غضب بوده، دورادور شنیدیم از اینها که میگن خب راضی شدن از زهرا و امیرالمؤمنین کدورت برطرف شده، بعد از غضب حضرت و آشتی کردن، رضایت اومده بعدش، حالا غضبی بوده و بحثی بوده بعدش رضایت گرفتن. درسته، این مطلب هم گفته میشه تو منابع اهل سنت، ولی ما اگر بخوام با اسلوب اهل سنت طوری که خودشون قبول کنن پیش بریم، تو درجه بندی کتب اونها یک سری کتب صحاح سته است که 6 کتاب صحیح و بهترین اونها صحیح مسلم و صحیح بخاری و بهترین صحیح مسلم و بخاری خود بخاریه. و بعد کتب دسته چندم، این فرمایش شما رو بعضی از علما ادعا کردن در کتب دسته چندم علماء متأخر، ولی وقتی ما در کتب دست اول بخاری، کسی است که متوفای قرن 3 هجریه، در سده 3 هجری از دنیا رفته بخاری در کتابش می‌نویسه عایشه میگه فاطمه زهرا که غضب کرد، صحبت نکرد، قهر کرد، حتی توفیت، تا مرد قهر بود. میگه تا مرد بیبی قهر بود. این اقرار خود عایشه است. وقتی تصریح عایشه اونم در بخاری 3 جا، مسلم 1 جا آمده، اینا من فکر نمی کنم که بتوان اینو قبول کرد. پس حرفی بدون سند بوده اینطور؟ بله دیگه. وقتی خب در مقام ادعا کسی که کسی رو دوست داره هی دنباله که برای او چار اندیشی کنه، توجیه کنه، چون محبت کوری و کری میاره. به خاطر همینم اول عرائض عرض کردیم که ما تابع علمیم و این عصر تکنولوژی خودش بستر تبلیغیه برای شیعه است. حالا که بحث غضب حضرت زهرا سلام الله علیها به میون آمد، دوست دارم که از رو منابع رو بخونم که اگه کسی برها دوست داره پیگیری کرده باشه. ما 4 عبارت داریم. عبارت اول که با فغضبت فاطمه علی ابیبکر بخاری آورده، این در بخاری جلد 3 صفحه 1126 حدیث 2926، کتاب 61 کتاب ابواب خمس، باب اول، باب فرض الخمس، چاپ بیروت، چاپ شده سال 1407 هجری. تو عبارت دیگه داره فوجدت فاطمه علی ابیبکر، اینم معنای غضب داره، غضب کرد فاطمه بر ابوبکر.
این فوجدت رو بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 کتاب 67 کتاب المغازی باب 35 باب غزوه ذات القرده اونجا آوردیم روایت رو. قسمت سوم بخاری که باز دوباره به همین حدیث تصریح کرده عبارت رو هم این آورده فحجرت فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت. این عبارت رو آورده. عبارت ها فرق داره، مطلب همه یکیه. بخاری جلد 6 صفحه 2474 حدیث 6346. نکنین گاهن میشه که جلد ها فرق میکنه، تو چاپ ها صفحه ها فرق میکنه، ولی شماره بندی روایات نه. با هر شاپی میتونیم پیدا کنیم. ما اسم باب رو هم میبریم، شماره حدیث رو هم میگیم که اگه عزیزان چاپشون فرق میکنه بتونن راحت پیدا کنن. حدیث 6346 کتاب 88، این دیگه به چاپ ربطی نداره. کتاب 88 از کتاب بخاری، کتاب الفرائض باب دوم باب قول النبی لا نورث. خب این 3 جا در بخاری اومده. یه جا هم تو صحیح مسلم به این مطلب تصریح شده، جلد 3 صحیح مسلم صفحه 1759 کتاب 32 کتاب الجهاد و سیر باب 16. باب 16 اسم باب چیه؟ باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقه. این ابوابی است که بخاری و مسلم و خب بله باقی سائست پر است متون اهل سنت. ما وقتی میگیم بخاری دیگه حرف تمامه دیگه، تو اصلی ترین منبع عرض خدمت شریفتون که اهل سنت آمده. پس کسی که غضب کرده بر ابابکر نمیشه این کار کرد، قهر کرده تا مرده و چنین خصومتی داشته، این رو هیچ گونه نمیشه عفو کرد. این شهادت تاریخی در بهترین منبع از منابع اهل سنت. چقدر خوبه که این منابع رو از اهل سنت میگین، که خیلی از اینها که ادعا میکنن و اشکال میکنن یا شما اینطور گفتید ولی تو منابع خودشون اینها هست و بهترین جواب میتونه باشه. الحمدلله که ما همیشه دوست داشتیم اگه با عزیزی بحث میکنیم طبق هر مکتب و مرامی هست مطالب و مباحث و اعتقادات خودمون رو حقانیتش رو از خود منابع عزیزان. خب به هر حال عزیزان اهل سنت هم اگه دارن پیگیری میکنن برنامه رو بدونن که هر جا مسئله مطلبی بود شیعه پاسخگوست، چون شیعه مرامش مرام عقل است، مرامش مرام تعصب نیست، زور نیست، این است و جدایی نیست. باید بدانی نه هر جا هست دوست داری بیا سوال کن، تا مطلب برات واضح نشده باید سوال کنی. چرا که تو اگر با سوال کردن و با دانش و بینش و برهان دنبال حق آمدی کوهها از جا کنده میشه، ولی شما ایمانت رو از دست نمید. اللهم بارک لمونان و صاحب الزمان که با این مباحث به عنایت امام زمانمون روشن میشه دلها، آگاه میشین و میتونیم بهتر عرض ادب کنیم تو فاطمیه مادرم الزهرا. خیلی ممنون از شما که من از شما متشکرم که الحمدلله توفیق داشتیم خدمت کنیم به زهرای مرضیه سلام الله علیها، ولی با این تذکرتون به نام نامی مولامون آقامون وارث قدیر وارث زهرای مرضیه حضرت ولی از صلوات الله علیه منور شدیم و منقلب شدیم و امید داریم که اگر بحثی میشه، نشست و برخاستی میشه و گفتگویی میشه مرضی رضای حضرت باشه. چرا که بدون این که این بحث های امامت ختم به شخص امام زمان بشه هیچ ارزشی نداره. ما اگر از فاطمیه بحث میکنیم تا برسیم که حق با کیست، امیرالمومنین رو که کشتن، الان امروز اگه حق در فاطمیه ثابت بشه حق از آن کیست؟ حق از آن شخص شخیص و نفس نفیس قطب دائره وجود اعلی حضرت همایونی فداشون بشم حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه. منم از شما متشکر و ممنون هستم و از دوستان برنامه الوصی و عزیزانی که زحمت تدوین و آماده کردن این مباحث رو میکشن و انشالله همشون معجور باشن محضر زهرای مرضیه و مورد شفاعت بی بی جان در صحرای محشر. دعا بفرمایید و خداحافظی کنید با همه دوستان. دعا میکنم انشالله خدا لحظه و آنی ما رو از ذیل عنایات امیرالمؤمنین محروم نکنه و دنیا و آخرت، دنیا و سکرات مرگ و شب اول قبر و برزخ و قیامت و درجات بهشت چنگ زده باشیم به ریشه ای از ریشه های چادر مادر سادات
زهرای مرضیه سلام الله علیها. ممنون از لطف شما، به خدا میسپارمتون، در پناه امام زمان باشید تا دیداری دیگر.